سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 24 نوامبر. در پایتخت در شهر دوشنبه امروز بخشیده به روز پرچم ملی یک راهپیمایی برگزار شد که در آن به گفته مقامات 30,000 نفر شرکت کردند. راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفت و در جریان آن چندی از مقامات رسمی بلندپایه نیز حضور داشتند. در روز راهپیمایی مقامات انتظامی تاجیکستان تدابیر امنیتی را سخت‌تر کردند و ماموران میلیسا نظر به گذشته در کوچه‌های پایتخت بیشتر به نظر می‌رسیدند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه تجلیل روز پرچم ملی مردم کشور را به وحدت دعوت کرد. تاکید می‌نمایم که ما باید در امر حمایت منفعت‌های ملی و دولتیمان هرگز زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم. در تاجیکستان سر از 24 نوامبر سال 2009 روز پرچم ملی را تجلیل می‌کنند. تاجیکستان روی خط شهروندان را که تحت پیگرد قانونی قرار دارند و عده از آنها در عراق و سوریه جنگیدند و مقامات انتظامی روسیه می سپارد. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 24 نوامبر در نشست مشترک وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و روسیه در شهر مسکو سخن گفت. با گفته وزیر تاجیک در پی ضربه‌های هوایی روسیه به موضع‌های تندروان در سوریه تعدادی از جنگجویان از ترس قصد بازگشت به وطن دارند و به احتمال زیاد قسمی از آنها در روسیه پناه میبرند. در نشست دو طرف همچنین برنامه همکاری‌های مشترک مبارزه با جنایتکاری بررسی و امضا شد. شورای امنیت ملی تاجیکستان در یک جلسه با رهبری رئیس جمهور امامعلی رحمان نتیجه تحقیق آشوب مسلحانه عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع را بررسی کرده است. مقامات انتظامی در این جلسه در روز 23 نوامبر آشوب گنرال سابق معروف با نام حاجی حلیم را کوشش تبادلات دولتی نامیدند و درباره جریان تحقیق آن گزارش دادند. اعضای گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده روز 4 سپتامبر چند افسر میلیسا را در شهرهای دوشنبه و وحدت کشتند. در عملیات در دره رامید مقامات قدرتی بعداً 25 طرفدار عبدالحلیم نظرزاده و خود او را هم کشتند. 14 مأمور امنیتی در این عملیات جان دادند. بعد نشست شورای امنیت امامعلی رحمان در وزارت دفاع تغییرات کادری به عمل آورد و صحبت امروز در همین باره است. با همکارم میرزا نبی خالق زاد. میرزا نبی، تغییرات مهمی که در وزارت دفاع صورت گرفته است کدام هایند؟ تشکر طاهر. تغییرات اصلی در وزارت مدافع تاجیکستان اصلا در سطح معاونت این وزارت صورت گرفت که طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که بعد از نشست شورای امنیت تاجیکستان عملی شد، معاون اول وزیر مدافع تاجیکستان امامعلی صابرزاده منصوب شد و همچنین در سطح معاونان دیگر عبدالهاشم غلامزاده، اسرارلطیف زاده و صالح خالزاده نیز در این وظیفه تعیین شدند و همچنین در سطح ریاست‌های وزارت مدافع تاجیکستان نفران دیگر منصوب شدند که اینها پیش از همه به مسائل امنیتی و نیروهای خشکیگرد تاجیکستان و همچنین مسائل امنیت و اکتشاف و یعنی رزوید این وزارت مسئول خواهند بود. و رئیس جمهور امامعلی رحمان از آنهایی که به مقام‌های نو تعیین شدند چی خواسته است؟ در مورد اینکه به مقام‌های نو تعیین شدن نفرانی که امروز بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه‌های خود شروع کردن، امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در دایره همون نشست شورای امنیت کشور دعوت کرد که در برابر ناآرامی‌هایی که در خارج تاجیکستان و در کشورهای همسرحد تاجیکستان هستند، باید امنیت داخل کشور و مرز و خارج امنیتی تاجیکستان را تأمین کنند و مواظب این مسائل ثبات تاجیکستان باشند و با در نظر داشته حوادث ناآرامی‌های ماه سپتامبر که هم طوری که گفتم معاون وزیر مدافع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده دست به آشوب زده بود، پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که با این گونه خیانت‌ها و این گونه سه‌انگاری‌ها راه داده نشود و در برابر امنیت و ثبات تاجیکستان خیلی جداً مواظب باشند و مسئولیتی که بر دوش گرفته‌اند باید به درستی انجام دهند. تشکر. تشکر. همکارم میرزا نبی خالق زاد از دوشنبه صحبت میکرد.
یک نماینده نیروهای مرزبانی افغانستان در نشست در شهر دوشنبه از خطر افزاینده گروه‌های تروریستی در مناطق شمالی هم‌مرز با تاجیکستان هشدار داد. در نشست مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس مدیریت مرزها در شمال افغانستان روز 24 نوامبر در شهر دوشنبه محمد عیسی افتخاری گفت گروه‌های افراطی که در شمال افغانستان پناه بردند برای حمله و خرابکاری‌های بیشتر آمادگی می‌گیرند. تا اونا هستن شریک هستن و هدف هم است که به شمال افغانستان اینا جنگ که آوردن تروریستا را آوردن همیناست که میخواین از این طریق به تاجیکستان و ازبکستان همین به اصطلاح یاغی‌ها یا همین تندروا بخواین و همچنین در سنگیانگ چین از اینا هستن. در کنفرانس مدیریت سرحدها که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل صورت گرفت از تاجیکستان و افغانستان بیشتر از 120 نفر شرکت کردند. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و حکومت تاجیکستان میگوید برای پاسبانی این مرز دشوارگذر به اسلحه و تجهیزات احتیاج دارد. و بازی دور نهم مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه ب بین دسته‌های منتخب فوتبال استرالیا و تاجیکستان روز 24 مارس سال آینده در شهر ادلاید در جنوب استرالیا برگزار می شود. بازی در ورزشگاه ادلاید اوال که گنجایشش 50,000 تماشاگر است برپا می گردد. بر این نتیجه گیری دور هشتم مسابقه در جدول گروه بی منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 15 امتیاز در جای اول است. تاجیکستان با 5 امتیاز در جای چهارم است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.